من امیر بهارزاده هستم. توی این ویدیو میخوام در مورد کانال‌های فروش آنلاین داخلی با هم صحبت بکنیم. درست الان توی شرایطی هستیم که اینترنت بین‌الملل قطع شده، دسترسی به اینستاگرام، تلگرام و بقیه جاهایی که آنلاین شاپ‌ها خوب توش میتونستن بفروشن خیلی ضعیف‌تر شده و کاربرا داخلش کمتر شدن. چند تا کانال این روزا خیلی جواب داده به ما. اولیش بله است. یعنی چی؟ یعنی اینکه با هزینه خیلی بصرفه یه حجم زیادی از مخاطب توش متمرکز شده و میشه به چندین روش توش تبلیغات و جذب مخاطب انجام داد که الان بهتون میگم. اولیش اینه که شما میتونی که یک چنل بزنی و توی اون چنل اول لیست CRM تو عضو بکنی. اون لیست رو که عضو کردی، حالا وقت اینه که ارتقا بدی این چنل رو. دو مدل تبلیغ داره، یکی تبلیغات بازدیدی داره و یکی تبلیغات کلیکی. حدوداً هزینه هاشو باید از 7-8 تومن بذارید کنار تا بیشتر بشه. یه روش دیگه‌اش اینه که آقا من نمیخوام چنل بزنم، میخوام که در واقع فقط ارتباطمو با مخاطبام حفظ بکنم. شما میتونی از بازوی بله استفاده بکنی که ارسال پیام انبوه داشته باشی مجدد به اون بانکی که خودت میخوای، به اون بانک شماره‌ای که در واقع خودت دوست داری که باشون در ارتباط باشی و ازشون اکت بگیری. این در واقع فکر میکنم که حدوداً 250 تومنه به ازای هر پیام که شما ارسال بکنی که یه مراحل احراز هویتی داره که شما باید با در واقع پلتفرم‌های واسط کار بکنی تا بتونی جواب بگیری. یکیش دو تا از معروفاش نجوا و اینباکسینو هستن که دارن این خدمات رو ارائه میدن. پشتیبانیشون هم انصافاً خیلی خوبه. مورد بعدی توی بله اینه که شما میتونی در واقع تبلیغاتتو بهینه سازی بکنی و یک بودجه خوبی رو ازش بصرفه بکنی. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا شما به ازای هر بازدید پرداخت بکنی، به ازای هر کلیک پرداخت بکنی. این بسته به انتخاب توئه و چطور میتونی که اصلا وارد این کار بشی. شما فقط کافیه آدرس tabligh.bale.ai رو سرچ بکنی و بتونی وارد فضاش بشی. اصلا چیز تخصصی نیست. اصلا اینجوری نیستش که عجیب غریب و پیچیده باشه. این داشبوردهای گوگل ادز یا گوگل آنالیتیکس یا حتی تلگرام ادز خودتون میتونید این کار رو انجام بدید، یا اگر ادمینی توی مجموعتون هست میتونه که این کار رو با همین روش به سادگی انجام بده. تبلیغات ایتا و روبیکا هم به همین ترتیب هستش. من اینا رو که با هم مقایسه کردم فقط دیدم که ایتا مزیتی که داره اینه که به صورت استانی هم شما میتونید تفکیک انجام بدی، ولی توی در واقع بله و روبیکا در حال حاضر که اردیبهشت 1450 امکانش نیست که انجام بشه. تنها دلیلش همینه. یه نکته رو من بگم راجع به گاردی که در مورد این پیام رسانا هست که آقا ما بریم توی بله تبلیغات انجام بدیم، آخه برای ما زشته، ما که اینقدر پیج قوی داشتیم و این حرفا. ببینید دیر یا زود ناچاریم که به این سمت بریم اولا، ولی نکته‌ای که هست اینه که اصلا اصل تبلیغات و کمپین یه که ببین مخاطب هدفت کجاست. الان مخاطب هدف تو اینجاست، توی بله است، توی ریتا، توی روبیکا و بسیارم به صرفه تر الان، چون خیلی راحت میتونی تارگتش بکنی این فردو. به ازای یه هزینه ناچیزی که مثلا به ازای هر نفر ما برآورد کردیم 5 تا 10 هزار تومان بعد هزینه می‌کردیم، در صورتی که ما توی خود کمپینای شرکت از 3 تا 5 لیر رو حداقل هزینه می‌کردیم مثلا برای گوگل ادزمون. اینستاگرام دوباره به همین ترتیب. الان اتفاقا خیلی به صرفه تر شده. اینکه در واقع خیلی از کمپین‌ها ممکنه که فیدبک ندن شرط فعلی، تنها دلیلش اوضاع اقتصادی مملکته که ممکنه اجازه نده که در واقع فروش خوبی اتفاق بیفته. وگرنه الان راههای خیلی به صرفه تری هست. اینم اضافه بکنم که SMS مارکتینگ هم الان خوب داره جواب میده. پنل‌های پیامکی مجدداً فعال شدن و دارن به کارشون ادامه میدن. فقط شما به یه سری از کلمات مثل جنگ و در واقع پیروزی و شکست و این چیزا نباید توش اشاره بکنید و اونم میتونید استفاده بکنید و یه کمپینای خیلی بهینه‌ای داشته باشید. اگر که برای اجرای این کمپینا نیاز به مشورتی داشتید، من حتما در خدمتتون هستم.